سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فراد نظیره. بله. خسته نباشید برادر انصاری. سلامت باشید فرهاد جان، بفرمایید برادر گرامی. زنده باشی، دان سلامت. البته خیلی خوشحالم از اینکه اولین بیننده هستم. بعدش هم میخواستم یک مطلبی عرض کنم. البته مطلبی نیست، مطلبی آنچنانی نیست، فقط حالت طنز داره اگر اجازه باشه. بفرمایید. ببینید عزیزان من، این شبکه شما در جهان پخش میشه. شیعیان ما شما را میبینن و متأثر میگردن و اکثرشون هم موحد میشن. من خیلی عذر میخواهم از شما، خیلی عذر میخواهم از بینندگان عزیز، مردم که بز کوهی و گوسفند محلی نیستن بیان حرف ما را باور کنند. ما قضاوت را میذاریم به عهده بینندگان عزیز دیگه. بینندگان عزیز خودشون بیان قضاوت کنند. آقا فرهاد، بله. ادای قزوینی رو در میارید. با این همه رسوایی، با این همه دیگه دروغ، بازم میگه ما قضاوت را میذاریم به عهده بینندگان عزیز. ما قضاوت را میذاریم به عهده بینندگان عزیز، یعنی دیگه رسما حالا ایشون میفرماید این اهل تسنن، همه اهل تسنن برادر ما هست، برادران ما هستن. بعدش هم میان تو شبکه هاشون، خلاصه تو رسانه هاشون، بدترین توهین، بدترین بی حرمتی و بی احترامی را علیه ما اهل تسنن استفاده میکنن. برای ما اهل تسنن، بعدش هم میگن اهل تسنن برادران ما هستن. من نمیدونم ایشون این اهل تسننی که اینها میفرمان چه اهل تسننی هستن. واقعا اگه لابد همون اهل تسننی هستن که میان از خودشون الان خیلی عذر میخوام یکم استرس دارم. بعدش هم برادر انصاری، مطلب دیگری بود که میخواستم خدمت شما عرض کنم درباره کیک و ساندیش خورهای ولایت فقیه. این من یه پیشنهادی داشتم برای برادر عزیزم. یه چند تا اقلام دیگر این مواد غذایی هم هست، اگر اضافه کنید به این سبب کیک و ساندیش ولایت فقیه. حالا این موضوع بمونه برای بعد. ما حالا دیگه یکم علمی، من یه مسئله علمی خدمت شما عرض کنم، خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بفرمایید. اگر خدا بخواهد کسی را عزیز کند، همه انسان‌های ما قبل و حال و آینده دنیا جمع شوند، نمی‌توانند آن کس را ذلیل جلوه بدهند. شاید برای مدتی یا چند سالی یا چند صد سالی عده‌ای از خدا و دین و دنیا و قیامت بیخبر با سحر و جادو و برنامه‌های ساختگی و دروغ عقل و شعور مردم را به بازی بگیرند و این خرافات را به درخورد مردم بدهند و آن کس را بد جلوه بدهند، ولی تا آخر موفق نمی‌شوند. شما در نظر بگیرید برای نمونه، مثلا 40 سال پیش یا شاید بیشتر یک نفر به نام امام خمینی پیدا شد و سر زبونها افتاد که این امام به نام اسلام علیه شاه ایران به پا خواسته و مردم را علیه شاه به قیام میخواند و میگوید ای مردم شریف ایران زمین، شاه کشور عزیزمان را به گند و فساد و ذلت و ویرانی کشیده. ای مردم به پا خیزید و قیام کنید. اکثر اهل تسنن ایران و دیگر کشورهای جهان هم باورشون شده بود که این اعجوبه به نام دفاع از مقدسات اسلام علیه ظلم و فساد و غیره قیام کرده. زمانی که بر تخت نشست، خودش و همدستانش دور هم جمع شدن و بدترین
و شومترین برنامه‌های ضد خدا، دین و شریعت و قرآن کریم را که کلام الله، کلام خدا است، پیاده کردند و تا 70% هم این برنامه‌ها را پیاده کردند. بله، و پیاده کردند و تا 70% هم این برنامه‌ها عملی شد. آخوندان و مراجع شیعه حتی منکر کتاب خدا می شدند و به صحابه پیامبر رضای خدا بر آنها باد و مادران مؤمنان رضای خدا بر آنها باد که عزیز خدا بودند توهین می کردند. اما بار دیگر همانطور که خدا در کتابش وعده داده و وعده خدا حق هست و می فرماید من از این کتاب خودم یعنی قرآن حفاظت می کنم، صدق الله العظیم، و کسانی که در راه اسلام علیه مشرکان جهاد کردند راضی و خوشنود هستند و آنها عزیزان من در دنیا و قیامت هستند. یک بار دیگر خیلی میخوام ببخشید. یک بار دیگر خداوند جان و جهان آفرین توسط امینانش، توسط قضات‌های عادلش که شما برادران مجاهد هستید، خداوند این فرصت را به شما مجاهدان راه حق ارزانی داشت که بتوانید به وسیله بزرگترین معجزه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم، نقشه های شوم و برنامه های این یهودی زادگان مشرک و ضد خدا را در هم بشکنید و چهره واقعی آنها را برای مسلمانان جهان نمایان کنید. خدا و همچنین عزیز بودن عزیزان خدا را ثابت کنید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بگذارید امروز همه دنیا بدانند و بفهمند و درک کنند بزرگی و حکمت کتاب خدا را، یعنی قرآن کریم. خدا برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را نازل کرد و فرمود ای محمد، سلام و درود خدا بر او و یارانش و امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ای این قرآن بزرگترین معجزه و بزرگترین جانشین تو هست. اگر امت تو از این قرآن را بخوانند در دنیا و قیامت رستگار خواهند شد و با این مدرک میتونن در برابر مشرکان هیچ مشکلی نداشته باشند که برای امت تو کفایت میکند. این کتاب قرآن برای امت تو کفایت میکند در برابر همه برنامه های شومی که همیشه دشمنان خدا چگونه به یکتاپرستی و عزیزان خدا را به مسخره خواهند گرفت. این کتاب کفایت میکند و برنامه های شوم آنها را از بین خواهد برد. تشکر از شما آقا فرهاد. چگونه توهین کرده اند و خواهند کرد و مسلمانان را به مسخره خواهند گرفت. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به امتت بگو این کتاب را بخوانند و بدانند یکتاپرستان و عزیزان خدا چه کسانی هستند و همچنین بدانند دشمنان خدا و مشرکان و اهل ضلالت و گمراهی و جهنم چه کسانی هستند. به راستی راست گفت خداوند بلند مرتبه. در آخر میخواهم بگویم ای دشمنان خدا، اگر همه بمب‌های اتم دنیا را جمع کنید و بر سر مسلمانان بریزید شاید بتوانید آنها را بکشید، ولی نمیتوانید حقیقه یکتاپرستی آنها را از بین ببرید، چون مسلمانان قرآن دارند. از بی خود تلاش نکنید که نسل در نسل رسوای دنیا و قیامت میشوید. با خیلی خیلی متشکر هستم، خیلی ممنون هستم. خدا قوت از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. تشکر از شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. خدا حافظ. خدا نگهدارتون.